سلام عشقای داداش، خوش اومدین به کانال خودتون. آقای اتچمنت M13 چیندم، هم رایفل هم SMG. یعنی نگاه کن، بچین برو تو مپ انیمیا رو دیگه خودت میدونی دیگه داداشم، انیمیا رو بزن داغونشون کن. نگاه کن ناموسم، رایفلش رو نگاه ناموسم، ببین چقدر این داره خوب میزنه. در ضمن رو M13 حتما یه لانگ رنج لجند باید بذاری، برای که خشاب نداشتی یا نداشتی، خشاب خودش 60 نگاه کن به جای SMG. نگاه ناموسن، نگاه ببین چطوری داشت میزن. حالا البته بچین برو امتحان کن ببین چطوری داداشم. بعدم این که تا اینجا که سابسکرایب نکردی بی زحمت اگه میشه لایک بزن، یه سابسکرایب هم بکن و زنگوله بغلش هم فعال کن، چون از این بعد قراره کلی ویدیوهای آموزشی بذارم تا شما اولین کسی باشید که از ویدیوهای من با خبر بشید. بعد یه چیز دیگه بهتون نگفتم، برید بچینید امتحان کنید. یه لانگ رنج لیجند که گذاشتین روش، خب قدرت دمیج هدش یعنی با یه تیر 54 تاست. یعنی شما 4 تیر بزنی کار انیمی خونده است، تمومه، یعنی تموم کار انیمی. با داداشمون نامیره آشناتون میکنن. آقا ناموسم ببین بابا، بمیر دیگه، بیا. خلاصه که اتچمنت رو بچینید و حالش رو ببرید. با یه لایک و سابسکرایب حال دل ما رو هم خوب کنید. کوچیکتون بی احساس. با خودم درگیر، دست به گریبون، از آینده ناامیدم، از گذشته پشیمون. ولی چه میشه کرد؟ صداهای تو سرم نمیشه قطع، دیگه چشام نمیشه ترکی بریز عشق، چرا آروم نمیشه درد، بدنم یخ زده، دستم نمیشه لمس، انگار چیزی که میخوام جلومه ولی بهش دست نمیشه زد. دیگه خوشحال نمیشم، هیچ جا انگار رام نمیدن، پنجره‌ای که ماهو ببینم این درو باز نمیشه. میخوام از درک داد بزنم، زمین و گاز بگیرم، شاید امشب میمیرم و فردا از دو زاده میشم. فوش میدم که چرا به خودم به حسار، به این که نمیشه بشه خواست، به این که نمیشه بشه داشت، به هرچی هست و نیست به اعتماد بچشام، ولی به هرچی هست و نیست به اعتماد بچشام، ولی